باباش که اومد گفت یادته بابا منو میشوندی رو پات، لالایی برام میخوندی، قربون صدقم میرفتی؟ یادته چی میگفتی؟ دخترها کیه؟ رقیه. کوچکترین زهرا کیه؟ با مزه و شیرین زبون رقیه. فرشته 7 آسمون خوشگل باباس رقیه. عسل باباس رقیه. ناناز باباس رقیه. خیلی تلاس رقیه. خانوما جیگر بابا. بابا حالا دیگه خیلی چیزا فرق کرده، تو نبودی خیلی چیزا فرق کرده. حالا دیگه باید یه جور دیگه قربون صدقم بری. کوفته ترین کوفته کیه؟ اون که موهاش سوخته کیه؟ گشنه ترین بچه کیه؟ رقیه. با گریه و زجه کیه؟ زخم پاهاش رقیه. ریخته پراش رقیه. تار چشاش رقیه. زخم گوشاش. من هیچی نمیگم، شما قضاوت کنید. حسین چیا؟ این دست من، این صورت این بچه. قضاوت کنید. هیچی نمیگم. باید جبران کنم، ما اینجا میزبانیم بابا. دستاش نا نداشت، همه جونشو جمع کرد، سر و بغل کرد، گفت تشنه ترین تشنه کیه؟ بابامه. قصم چیه؟ دیگه اومد باهامه. زخمی ها کیه؟ داد میزنی ذبیح بالقفا کیه؟ سوخته موهاش بابا جون.